اطفال کم وزن و لاغر. اگر طفل شما هم کم وزن یا لاغر است، این ویدیو را مشاهده کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد عارف عطایی هستم، متخصص امراض داخلی اطفال. در این ویدیو با شما در مورد اینکه چگونه یک طفل لاغر و کم وزن را تغذیه کنیم و چگونه غذا برش داده شود تا در وزنگیری اطفال کمک کنه. هدف ما از تشریح این موضوع یا توضیح این موضوع در این ویدیو استفاده از دوا نیست برای اطفال کم وزن و لاغر. هدف ما از هم نیست که دلیل کم وزن بودن اطفال یا لاغر بودن طفل چیست. ممکن است بعضی امراض یا مشکلات باعث کم وزن شدن یا لاغر شدن یا لاغر بودن طفل شود، ولی در این ویدیو ما میخوایم که صرف یک راه حل یا مشوره غذایی برای اطفال کم وزن ارائه کنم. در مورد غذای اطفال کم وزن میخوایم صحبت بکنم. هدف هم اطفال بالاتر از 6 ماه است. یعنی اطفال کمتر از 6 ماه خب غذای دیگه غیر از شیر مادر ضرورت ندارن. اطفال بالاتر از 6 ماه، اگر طفل شما بالاتر از 6 ماه هست، وزنش کم است یا لاغر هست، میتونین از این ویدیو استفاده بکنین و مشوره غذایی که ما براتون تشریح میکنم از او استفاده بکنین و این مشوره غذایی میتونه که در وزنگیری یا ازدیاد وزن طفل شما کمک بکنه. خب دو راه حل بسیار خوب و مؤثر وجود داره برای از اینکه شما با استفاده از این دو میتود در وزنگیری اطفالتان کمک بکنین. میتود اول یا راه حل اول است که هر غذایی را که برای طفلتان تهیه میکنید، شما میتونین با علاوه کردن شحم یا روغن روی غذای طفلتان انرژی را در غذا بالا ببرین و در نتیجه به وزنگیری طفل کمک بکنین. یعنی هر غذایی را که بر طفل شما تهیه میکنین برش میدین، خوب است که به او غذا یک مقدار کم روغن اضافه شود. خب روغن چه خصوصیت داره یا شحم اضافه کردنش در غذا چه خصوصیت داره؟ چطور کمک میکنه به اینکه طفل وزن بگیره؟ روغن حجم غذا را بالا نمیبره، این مقدار غذا را زیاد نمیکنه. طفلایی که لاغر است، کم وزن هستن، معمولا غذا کمتر میخورن، اشتهایش کمتره و شما وقتی که روغن با غذا اضافه میکنین مقدار غذا را زیاد نمیکنین. طفل با اخذ مقدار کمتر غذا انرژی بیشتر دریافت میکنه. یعنی وقتی که روغن روی غذا اضافه میشه، در واقع تراکم انرژی در غذا زیاد میشه. تراکم انرژی را شما در غذا بالا میبرین و این موضوع کمک میکنه به وزنگیری طفل. خصوصیت روغن است که 1 گرم روغن در حدود 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه، 2 چند پروتئین و کربوهیدرات. و دیگه ای که مقدار غذا هم زیاد نمیشه. اگر شما مقایسه بکنین، 1 قاشق غذایی را که مقدار کافی شحم یا روغن در وجود داشته باشه، انرژیش چند برابر 1 قاشق غذای هست که در او روغن به مقدار بسیار کم وجود داره یا وجود نداره. پس با اضافه کردن شحم یا روغن روی وعده های غذایی طفل، شما با وزنگیری طفل کمک میکنین، به خاطر از اینکه تراکم انرژی را در غذای طفل بالا میبرین بدون از اینکه حجم یا مقدار غذا تغییر بکنه. و روغنی که اضافه میشن بهتر است از روغن مفید و با کیفیت باشه. مثلا روغن زیتون شما میتونید استفاده بکنین، روغن گل آفتاب پرست میتونید استفاده بکنین. دیگه روغن مسکه و روغن زرد کیفیت بسیار خوب داره، میتونید از این روغنا برای طفل استفاده بکنین. و یا هم میتونین یک مقدار بادام و چهارمغز بگیرین، در الکوب
به شکل پودر تهیه کنین، روی غذای طفل اضافه کنین. اینا هم شحم‌های مفیده در خودش داره و به وزنگیری و صحتمندی طفل شما کمک میکنه. راه حل دوم، در کنار از که شما شحم روی غذای طفل اضافه میکنین به هدف ازدیاد وزن طفل، یک راه حل بسیار ساده دیگه هم وجود داره، و است که شما تکرر غذا را بیشتر بکنین برای طفل. یعنی طفلی که کم وزن هست، به اشتها هست، مقدار کمتری غذا اخذ میکنه و شما به جای 3 بار 4 بار غذا در یک شبانه روز میتونین 8 بار غذا برای طفل بتین به مقدار کم. یعنی هر قدر غذا را که طفل خورد بدون استفاده از زور و فشار، به تشویق یک مقدار غذا برش میتین. 3 ساعت دیگه که سپری شد بازم یک مقدار غذا برش تعارف میکنین، تهیه میکنین و طفل وقتی که بار بار با تکرر بیشتر غذا اخذ بکنه، این هم در وزنگیری طفل بسیار کمک کننده است. یعنی دو راه حل مناسب از نظر مشوره غذایی برای ازدیاد وزن طفل وجود داره که بسیار ساده است. یکی اضافه کردن شحم یا روغن روی غذای طفل، دیگه ازدیاد وعده های غذایی یا تکرر غذا برای طفل. با این دو روش شما میتونین به وزنگیری طفل کمک بکنین. البته این دو روش صرف مشوره غذایی هست برای اطفال بالاتر از 6 ماه بدون در نظر داشته علت لاغری یا ضعیفی طفل. موفق و آرام باشید.